یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. خداوند در قرآن میگوید وقتی که اگر شما را من نامه اعمالتان را به دست راستتان دادم چی می شود؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. آسانی تو حسابی تو بسیار به آسانی انجام می‌یابد. تو در حالت حساب نجات می‌یابی. و ینقلب الی اهله مسرورا. وقتی که نامه اعمال تو به دست راستی تو داده شد، تو خندان و شادان به نزد اهل خود وارد جنت می‌گردی. این قرآن برای ما و شما حکایت می‌کند. و اما من اوتی کتابه وراء الظهر فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلی ان ربه کان به بصیرا. خدا میگوید وقتی که اگر نامه اعمال شما به دست چپ شما داده شد یا از جانب پشت شما داده شد، این حالت شما هلاک خواهید شد. و یصلی سعیرا و شما وارد دوزخ میگردید. انه کان فی اهله مسرورا. این آدمی که به دست چپ خدا میگوید نامه اعمالش گرفته بود، در دنیا با خانواده خود خیلی خرسند بود. حتی چنان ماشین های رنگارنگ و چنان منصب و دولت وی را مست مغرور کرده بود که بار قیامت یادش نمی آمد. حتی در بین همون اولاد خودش بسیار خوشنوده بود که میگفت که این قیامتم حق نیست، این حسابم حق نیست، نامه اعمالم حق نیست. انه ظن گمان میکرد. خداوند میگوید در گمانش میگذشت. چی میگذشت؟ اینکه دویم باره زنده شدن نیست. لیکن خداوند میگوید بله انه کان، بله میگوید خداوند، بلکه این نامه اعمالم حق است، روز قیامتم حق است و جواب سوال و جوابم حق است. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرأوا کتابیه. در دیگر جای قرآن خدا چی میگوید؟ وقتی نامه اعمال را به دست راست دادیم، ها اقرأوا کتابیه. ها مفسران میگویند این معنای بگیرید را دارد. فریاد میزد است بگیرید کتاب من را بخوانید. وقتی به دست راست ما و شما میداد است، این الک مژده نجات است. میگفتند فریاد میزدند بیایید کتاب من را بخوانید. اینی ظننت، من گمان میکردم اینکه روز قیامت البته با حساب خود رو که ما با حساب خود رو پرو شدیم. خداوند بعد نامه اعمال بر او دادن چی میگفته است؟ میگفته است میگفته است در جایی که برای تو پسندیده هست، برای تو در آن جایی که تمام نعمت هست، رو از وی استفاده کن. قطوفها دانیه. هر میوه‌ای که انسان میخواهد خداوند جنت را وصف میکند. هر میوه، هر خواهشی که انسان میخواهد، خواه در حالت نشسته باشد، خواه در حالت کجپلو باشد، خواه در حالت راستا باشد، دست او به اون میوه ها میرسد. قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. همین انسانی که به دست راست نامه را میگرفت است، خدا میگفت است بخور و بنوش این نعمت های جنت را، زیرا که تو در دنیا برای این روزهای مشکلات چکار کردی؟ نیکی های زیادی روان کردی.